میگه هنوز میزنن، با اذان هم تعطیل نمیکنن. بعضی همسایه‌شون میمیره بازم میزنن، همسایه‌شون مرده، مریض بوده مرده، 3 شب و 3 روز زدن تا ساعت 4 صبح. این چه جشن عفتیه؟ نتیجهش آمار طلاق تقریبا تو کشور ما به نصف رسیده. از 1/4 ازدواج ها قبلا طلاق بود، الان نزدیک به نصف شده و 13 میلیون نفر در کشور ما تو از ترس هزینه و فقر بچه هاتون رو نکشید.
همه تلاشتون رو به کار بگیرید که این نوزاد سالم به دنیا بیاد. دومین حق، خیلی سریع برم، حق برخورداری از کانون سالم خانواده. زمانی فرزندان ما رشد میکنن که کانون خانواده و بنیان و اساس خانواده سالم باشه، فضای از صمیمیت، محبت، احترام متقابل بین پدر و مادر بچه ها مشاهده بکنن. میگن یکی از اصول تربیتی فرزندان اینه که فرزندان بفهمن که پدر مادرشون رو دوست داره و بهش احترام قائله، و بچه ها و فرزندان بفهمن که مادرشون پدرشون رو دوست داره، بهش عشق می‌ورزه، مرد زندگیشه، اونم زن زندگیشه. بچه ها باید بدونن که پدر و مادرشون همدیگر رو دوست دارن و اون همه نوازش هایی که همدیگر رو میکنن جلو بچه ها تماشا بکنن. کلمات زیبا، نگاه خوب، احترام متقابل، همکاری، تفاهم، ادب. بچه باید ببینه پدر و مادرش چطوری همدیگر رو دارن بو میکنن، از نگاه همدیگه سیر نمیشن، از عشق و محبت همدیگه، از وفاداری به همدیگه. کانون خانواده باید سالم باشه. اگر خدای ناکرده بچه فهمید که مادرش پدرش رو دور میزنه، پدرش مادرش رو دور میزنه، به همدیگه دروغ میگن، بی احترامی میکنن، این گلهای بهشتی پرپر میشن. دعواهاتون رو تو اتاق خواب با هم بکنید، جلو چشم بچه دعوا نکنید، روتون تو روی هم باز نشه. خیلی وقتا آمار طلاق تو مردا و زنهای مؤمن و متدین و با حجاب و با نماز و با تقوا آمار داره زیاد میشه. بعضی مردا خسته شدن از نمازها و نذرهای سنت و روزه زنهای جوانشون. نذر روزه، نذر نماز، یک سره داره نماز میکنه، انگار که شوهر جوانی تو خونه نیست، تو زندگیش نیست. هر نماز سنت های قبلی و بعدی و از کارش 3 ساعت 1 ساعت طول میکشه. بچه های ما باید از نظر روحی روانی پدر و مادرای شادی داشته باشن. من یه دوستی میشناختم اسمش عبدالله بود، به رحمت خدا رفت، تصادف کرد. بعد از 25 سال زندگی زنش میگفت روزی که تصادف کرد ما 25 سال با هم ازدواج کرده بودیم، دختر و پسرهای خدا به ما داده بود. فکر میکردیم که بعد از 25 سال تازه اول ازدواجمونه، هنوز تو حجله هستیم، تو هفته اول هستیم. سومین وظیفه پدر و مادر ادب نیکوست. با ادب برخورد کردن حق طبیعی همه انسان هاست که با همه با ادب برخورد بکنیم، خصوصا اونهایی که دیگه خیلی نزدیکن به ما حق ویژه‌ای دارن، اونهایی که فرزندان ما هستن دوباره حق ویژه‌ای دارن. خیارکم لأهل، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بهترین شما بهترین برای خانواده هست و من بهترین شما هستم و بهترین برای خانواده خودم هستم. خانواده دار باشیم. خیانت‌های زیادی تو زندگی ها
اونهایی که از آسیب‌های اجتماعی، آمار طلاق، خیانت‌ها، آمارا وحشتناکه، فقط تنها راه از همین قبله میگذرد، ایمان متصل شدن به بالا که الله حاضر و ناظر هست. مسئولیت میاره برای خودمون، برای فرزندانمون. چند تا مثال بزنم از ادب و مهرورزی پیامبر به کودکان. دختر بچه‌ای در کوچه های مدینه دست پیامبر رو گرفت، 2 ساعت دست پیامبر رو میکشید این طرف و این طرف، پیامبر دستشو در نیاورد تا اینکه خودش دست پیامبر رو رها کرد رفت تو خونه. روزی پیامبر حسن و حسین رو پاش گذاشته بود میبوسیدشون. یک اعرابی صحرانشین بادی‌نشین نشسته بود تعجب میکرد، گفت یا رسول الله تو بچه کوچک رو داری میبوسی، نوازش میکنی؟ با این ادب و احترام و محبت بهشون نوازش میکنی، نگاه میکنید؟ من نزدیک به 10 تا فرزند دارم، یادم نیست گاهی یکی از اینا رو بوسیده باشم. گفت اگر خدا رحمت و شفقت از دل تو بیرون کشیده من چه کارت کنم؟ من لم یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. روزی عبدالله ابن عباس، این نوجوانی بود، پیامبر دستشو گرفت و وقتی این نوجوانا پشت کمرش رو الاغ سوار میکرد. امروزی اگر یه بزرگی، یک شیخی اینجا موتور داشته باشه، شیخ جلال یکی از این بچه ها رو کجا میری پسرم؟ بپر پشت ترکم، نوازشش بکنه، بعدش بگه که ای نوجوان اینی اعلمک کلمات احفظ الله یحفظک. در اوج ادب و احترام به فرزندانمون نگاه بکنیم. 4، شیر دادن، شیر مادر خصوصا یکی از وظایف پدر و مادر. پدرم باید حمایت بکنه، تشویق بکنه، امر بکنه مادر رو که این شیر دادن به فرزندم حق مسلم فرزند منه. کودک بعد از تولد به شدت برای بقای خود به مادر نیازمند است. یکی از نشانه های ارزش گذاری مادر شیر مادره. خداوند در قرآن گفته والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. 2 سال کامل کسی که میخواد کامل شیر بده. یه آماری میخونم خدمتتون. شکی نیست که شیر مادر بهترین و کاملترین غذاست برای کودک. لذا محروم نمودن کودک از شیر مادر توسط پدر و مادر ظلم و ستم بزرگی است در حق فرزند و آینده فرزند، هم سلامت روحی روانی و هم جسمیش و هم استعداد و حافظه‌اش و هم عاطفه هاش. به این نکته خیلی توجه بکنید، حق مسلم فرزندان ما هستند. کودکی که با شیر مادر تغذیه می شود به مراتب از تکامل عاطفی و ادراکی و عقلانی بهتری برخوردار می باشد. شیر مادر هم تغذیه هست، هم واکسینه هست، هم آرام بخشه. سبحان الله. هم تغذیه هست، تغذیه سالم و کامل، هم واکسینه هست، واکسنه، و هم مسکن و آرام بخشه. بچه آرام تو آغوش مادر میخوابد. اینا باید از پزشکان تغذیه بپرسید. ولی وظیفه مادر و پدر که شیر مادر به بچه داده بشه.
جلوگیری میکنه از اون شیر اولیه مادر که بهش میگن آغوز، جلوگیری میکنه از خیلی از بیماری های عفونی و گوارشی. آهن کودک رو تأمین میکنه تا زمانی که وزن کودک از تولدش 2 برابر بشه. آهن بدن کودک رو تأمین میکنه. هوش کودک رو با شیر مادر، قدرت بیناییش، عواطف و احساساتش. اما فایده شیر مادر وقتی مادری بزرگواری میکنه و حق فرزندش رو ادا میکنه و وظیفه‌ش رو انجام میده، چه فواید عاید مادر میشه. از سرطان سینه در امان میمونه. سرطان سینه، تخمدان، پوکی استخوان، حتی مکیدن شیر مادر جداره‌های رحم را دوباره ترمیم میکنه. سبحان الله. چرا بچه هامون رو محروم میکنیم؟ چرا به وظیفه‌مون رو عمل نمی کنیم؟ اینا تو قرآن آمده. قرآن ما داره میگه. قرآن رو به بچه هامون فهمش، درکش، معنیش، تفسیرش، تدبرش یاد بدیم تا تحول ایجاد بشه. 5. پذیرش جنسیت. پذیرش جنسیت، خدا هر چی داد همونه، راضی به رضای خدا باشیم. هر هدیه‌ای که داد، چه دختر چه پسر چه هر دوتا، چه نداد صلاح ندونست. چرا فکر میکنیم فقط پسر نام ما را بلند میکنه؟ چند روز پیش BBC یه مستندی درباره خشونت علیه زنان در هند پخش میکرد. خیلی تکان دهنده بود. در منطقه از هند مصاحبه‌ای که میکرد این مستند که ساخته بود و به نمایش میگذاشت با مردان و زنان اونجا اون منطقه مصاحبه میکرد، میگفتن الان 4 دهه هست که هیچ دختری تو اون منطقه به دنیا نیامده. همه سقف جنین کردن تا گفتن دختره، چون مایه ننگ میدونن، مایه سرباری خانواده میدونن. چقدر به زنها و دخترها در جهان اسلام ظلم می شود. زنی که مادر می شود و مادری که بهشت و سعادت و خوشبختی زیر پای اوست. الجنة تحت اقدام الامهات. به اسم اسلام به زنها خشونت و نگاه بد و تحقیرآمیز روا داده میشه با مجوز شرعی. نمیدونم از کجا آوردن. ولی نگاه اسلام به زن، به دختر چیه؟ الجنة تحت اقدام الامهات. نگاه این حکیم به زن چیه؟ به مادر چیه؟ میگه الام مدرسه اذا اعددتها اعددت نسلا طیب الاعراق. مادر مدرسه است که اگر به اون پرداختید در کودکی، نسل ریشه‌داری خواهید داشت. الام مدرسه، مادر کارخانه انسان سازی است. مادر خودش یک مدرسه است. یک دستش گهواره رو تکون میده، یک دستش دنیا رو تکون میده، جهان رو تکون میده. همین مادری که با دستش گهواره فرزندش رو تکون میده، با دست دیگرش جهان عالم رو داره تکون میده. چرا این فرشته نجات و خوشبختی و آرامش که همسره و مادره و مادر بزرگه و مربی است و معلمه، این همه خشونت علیهش روا می‌دارن؟ دوستی داشتم تاجر بود، فرش فروش بود. زنش همه دختر به دنیا می آورد.
دوست رفته بود باش صحبت کرده بود که جناب فلانی برو یه زن بگیر تا خدا به پسری بده نامت بلند بکنه. یک لحظه غفلت قدر این نعمتها رو ندونست. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر پدری و مادری بر تربیت 2 تا دختری که خدا بهشون داده صبور باشن و کوشا باشن و اونها رو به خانه بخت بفرستن، روز قیامت از هر دری از درهای بهشت اجازه دارن وارد بشن. خودش تعریف میکنه رفتم زن گرفتم که پسری بیاورم و نامم بلند کنه. میگه هر دو خانم‌ها، هر دو زنها با هم باردار شدن. وقتی که زایمان کردن دومی دختر، اولی پسر. با نعمت خدا، با نعمت دختر، این طفل معصوم، این هدیه خداوندی، این معدن مهرورزی و شفقت، این رمز و راز آرامش مرد و جامعه، این معلم بشریت، با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه نکنید. اگر خدا بهتون دختری داد نگید، صورتتون رو به هم نکشید، پدر ناراحت نشه. چه بسا از همین دختر نوهی خدا پسر به تو میده که دنیا رو پر از میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنه. بعد این دوستمون میگه که گوش خودم رو گرفتم، اینطوری گفتم توبه نصوح به درگاه تو ای رب، راضی شدم به همون اشتباه کردم. اگر دختری احساس کند که پدر و مادر از آمدن او ناراضی هستند یا افسرده خواهد شد و نتیجه افسردگی خودکشی است. آمار خودکشی و افسردگی دخترامون حد و حسابی ندارد. مطالب خیلی زیاده، من خلاصه بکنم، یکی دو مورد دیگه میگم و همه عزیزان رو به خدای منان میسپارم. دعای خیر پدر و مادر یکی از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندانشون دعای خیر اونهاست که باید در حق فرزندان دعای خیر بکنیم. و هیچ موقع در زندگی لعن و نفرین نکنیم. اینا سرمایه های ما هستن. خیلی از پدرها خصوصا مادرها وقتی کم طاقت میشن بچه هاشون رو نفرین میکنن. برو به درک اسفل سافلین، غسالت بزنه. نه، دعای هدایت بکنید. نمونه های از دعای هدایت توسط بزرگان انبیا که در قرآن
Engel ne? اسپورت نه. اجازه ببخشید. بفرمایید اجازه. کفش شده. مستقیم بره. سلام علیکم. سلام علیکم. سر ساعت بابا. راجع جای بالا خیر. بایا کم ایجا. ها. سلام. ما تو خیلی دست دار نمیداری. تو خیلی هستی ما. خیلی خوب که هستی راست. شما نباشی که دلتنگ میشید. سلامت باشی شیخ دیگه اصلا فارس نمیاییم از اصلا فارس میزنیم میاییم شهره اسپور میومدیم اسپور الله خودش تو یک نصف ساعت بیشتر 3 ساعت هست